در آن همین موضع نظامیان قرغیز به ماشین یاری تجلی که بیماران را به بیمارخانه انتقال میداد حمله کردند. ما به جماعت چارکوه آمدیم تا از زبان مردم چگونه صورت گرفتن این حمله را به شما نقل کنیم. این صدای ناله مردی است که در پی حمله نظامیان قرغیز 5 عضو عائله‌اش را از دست داده است. بعد ساعت 4 صبح نظامیان قرغیز یک بار به سوی مردم آسایشته جماعت چارکوه از سلاح‌های وزنین تیر کشیدند. در نتیجه تیر به در و دیوار و حوله این خانه افتید و باشندگانش را یره‌دار کرد. کوره های کرد، همین پاورات بگردن، بدبخت قرغیز زد. یکم در میانه زد، من همیشه پارده برفتم. دویمش زد و دیتلی بیچاره کوی زد و اون نرس میجوشاندم. مادرکم دو تا کلیدم، دو تا جانکم، زنه که حامل دار نوی پر کرد، نو بود. همین 2-3 روز دیگه میکردیم بود و یکم دست دادیم، همیشه دست دادم. به گفته ساکنان وقتی زخمیان این عائله را به ماشین یاری تعجیلی به بیمارخانه انتقال می‌دادند، حربیان قرغیز به طرف ماشین یاری تعجیلی از گرانتمیات تیر کشیدند. در نتیجه ماشین آتش گرفته تمام اعضای عائله، دختر و راننده به تمام سوخته به هلاکت رسیدند. حاضر همه قشلوق ما است که میگویم من نصیب باشم میبرم زیاده از 100 خانه زمین کته یکسان شدگی. همه همسایه قرغیز پرسی همه مول میخوردگیش نسوخته است. عینه های ما خونه ما همش من میخواد زده انا میخواد زده لخ کردگی. حاضر همین سیمی و اینترنت بینیم گویا که ما هجوم کرده باشیم و گویا که وای زده. این همش گپ بافته و ها. ساکنان همچنین میگویند حربیان قرغیز بیشتر مسجدها را نشان گرفتند تا مردم ما تلفات زیاد ببیند. دلیل گفته ها همین خانه است که در پهلوی مسجد جایگیر است. قرغیزها از مسافه دور به طرف مسجد تیر پراندند، اما تیرشان خطا رفت و به این خانه برخورد. حالا در این حوله همگی چند نفر زنده ماندند که آنها نیز جراحت وزنین دارند. این کودکان نیز نمیدانند که اطرافیان چرا گریه میکنند. با آنها در مورد پدر و مادر و دادر و خواهر کشته شدهشان چیزی نگفتند. تنها همین را گفتند که آنها همه کجای مهمانی رفتند و چند روز بعد میآیند و برایشان قند و شیرینی خواهند آورد. من نمیدونم این مقصدشون چی باشه. این با اینها یک روز پیشکی پالن خانواده‌هاشون برابری زنه کنه ها. بچه‌های هاشون برابری این تراکتورا جنگ سرکردگی. من میخوام که این جنگ خدا نخواسته همه جا قشاقی گوشنگی میشه. آخه بچه‌ها ماید یک صغیره میمونن. صلح شود، آرامش و نه. و اون نمیخواد آرامش.